قبول داری بادمجون همه مدلش خوشمزه است. امروز میخوام باهاش یه خوراک خوش‌طعم درست کنم و یه ترفند عالی هم بهت بگم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. پوست بادمجونا رو جدا کن و حلقه‌ای برش بزن. تلخیشو که گرفتی سرخشون کن. پیاز رو هم تفت بده. نیازی نیست گوجه ها رو پوست بگیری و خوردشون کنی. فقط از وسط نصفشون کن و قسمت سبزش رو جدا کن. حالا داخل تابه بچین و نصف فنجون آب بریز. بعد یه مدت که گوجه ها نرم شد راحت پوستش جدا میشه و بعد لهشون کن. از این ترفند برای درست کردن املت هم میتونی استفاده کنی. حالا به گوجه ادویه ها و بادمجون رو اضافه کن و با هم لهشون کن. بعد کشک بادمجونا رو بریز و 10 دقیقه در ظرف رو بذار. در مرحله آخرم نعناداغ رو اضافه کن و حرارت خاموش کن. خوراک خوشمزه ما آماده نوش جون کردنه. ممنون میشم لایک کنی و برای دیدن آموزش‌های بعدی